سلام، من دکتر نوید خپلواک هستم و موضوع بحث ما برای امروز انواع و اقسام کمردردی است. خب، کمردردی میتونه یک درد عادی عضلاتی باشه، یک سپزم عضلات یا شخک عضلات در اطراف ستون فقرات یا ورتیبرال کالم میتونه سبب درد و ناراحتی در اطراف کمر بگردد. ولی اگر رگ عصبی یا ریشه رگ عصبی در مسیر امتداد خود تحت فشار قرار گیره، درد جدی را به وجود میاره. اگر احیانا علت درد معالجه نکنیم و رگ عصبی هم برای مدت طولانی تحت فشار یا استرس باقی بمانه، میتونه سبب کمزوری و حتی اتروفی عضلات بگرده. اتروفی باختن کیفیت اصلی عضلات است. عضله حجم خود از دست میده، قوت خود از دست میده و در حرکات و کنترکشنی که در عضلات موجود است طبیعتا اونا کمتر میشه و بالاخره سبب ضعف عضلات خصوصا ارگان های پایین بدن میگردد. یک نوع از درد کمر که به نام دیسک دیجنریتیو دیساردر یا به اصطلاح عام دیسک کمر، دیسک دیجنریتیو دیساردر یا دیسک کمر که بیشتر مشهور و شایع است، امروز بیشتر در همین مورد گپ میزنیم. دیسک دیجنریتیو دیساردرز یا بنابر هر ملحوظ رسیدن صدمه و از بین رفتن دیسک های کمر. خب، ستون فقرات ما در مجموع 33 فقره یا ورتیبرا داره. این 33 ورتیبرا یا ورتیبره یا فقرات با هم یک جا شده و سپاینال کالم یا ستون فقرات ما را تشکیل داده که از گردن تا به آخرین استخوان که کاکسکس است امتداد داره. به 7 موره در ناحیه گردن ماست، سروایکل ورتیبره. مقدار 12 فقره در ناحیه توراسیک یا بخش از ستون فقرات که با قبرقه ها مفصل یا جاینت می سازه و ارگان های حیاتی به شمول شش و قلب محافظت می کنه. بخش سوم ستون فقرات ما به نام لمبر سپاین یا لمبر ورتیبره یاد میشه که حاوی 5 فقره است. بخش چهارم ما سکرم، اینا هم 5 فقره یا ورتیبره داره و قسمت آخری که کاکسکس است در حقیقت 4 استخوان به شکل فقره یا ورتیبره با هم یک جا شده و استخوان به نام کاکسکس ساخت. این آخرین استخوانه که بالاخره اونجا ستون فقرات دیگه خلاص میشه. کاکسیجل پارت. اوکی. دیسک کمر میتونه در هر قسمت از ستون فقرات به وجود بیاید، بیشتر در نواحی گردن ما بین فقره های گردن به وجود میآید و بیشترتر از گردن در ناحیه لمبر. 5 فقره که در ناحیه کمر لوور به قسمت پایینی کمر ما قرار داره، بیشترین وظیفه ای بخش هم برداشتن وزن هاست و کمک کردن با عضلات بالای بازو و کمر برای برداشتن وزن های ثقیل است، لور بک. اگر عضلات در این ناحیه شخک کرد، سپازم میتونه سبب درد بگرده، سپازم عضلات. اگر رگ‌های عصبی بنابر هر ملحوظ تحت فشار قرار گرفت، میتونه درد جدی را به وجود بیاره.
دیسک هایی که بین هر فقره موجود است اینا را به نام ورتیبرال دیسک یاد میکنه یا امو دیسک کمر. خب اگر بیشتر روی از این موضوع گپ بزنیم، من اینجا یک فقره یا ورتیبرا را رسم میکنم. این فرزن یک فقره کمر است، این هم ورتیبرال آرچ و اینا هم پروسس هایی که در یک ورتیبرا موجود است. اوکی. این بخش فقره را به نام بادی یاد میکنه. اینا هم پدیکلز. این بخش به نام فست یاد میکنه، فست، و با فقره بالاتر از خود و پایین تر از خود مفصل به نام فست جاینت هم می سازه. این هم سپاینس پروسس یا پروسس ورتیبرا و این هم ورتیبرال ارچ. در داخل ورتیبرال ارچ هرامغز یا نخای شوکی یا سپاینال کارد امتداد پیدا میکنه و از مغز ما بالاخره تا به آخرین قسمت که به چندین رگ به نام کاردای کائنات تقسیم میگرده امتداد پیدا میکنه. از سپاینال کارد یا از هرامغز به هر دو طرف یک رگ عصبی جهت انتقال مغز سیستم عصبی مرکزی به محیط بیرون آمده و وظایف خود انجام میده، هم انگیزه ها را از محیط به مغز و هم از مغز به محیط انتقال میده. موضوعی که امروز رویش بحث میکنیم دیسک کمر است. روی هر ورتیبرال بادی یا روی هر فقره یک ساختمان غضروفی موجود است به نام دیسک کمر. اینا دیسک های کمر هستند. دیسک کمر، وظیفه اساسی دیسک کمر هم استحکام ستون فقرات است، خصوصا در هنگام دور خوردن برداشتن وزن. اینا خاصیت سپرینگ داره، مثل که سپرینگ یا اسفنج جمپ میزنه در هنگام برداشتن وزن کمک خیلی زیاد میکنه دیسک کمر. دیسک کمر از دو بخش ساخته شده، اینایش به نام انولس فایبروسس یاد میکنه، انولس فایبروسس، و بخش وسطی ازی که یک ساختمان لزجی مانند است، اینا را به نام نیوکلس نوکلیس فایبروسس یاد میکنه. وظیفه اساسی دیسک قسم قبلا گفتیم استحکام ستون و فقرات است و ساختمان وسطیش هم در هنگام دور خوردن و برداشتن وزن وظیفه اساسی را انجام میده. و معلومات مهمی که در این مورد موجود است، در هنگام شب زمانی که استراحت هستیم میخوابیم، ساختمان نیوکلس فایبروسس یا قسمت وسطی آب جذب میکنه، absorption of water، و این کیفیت دیسک در استحکام دیسک کمر رول خیلی اساسی داره. اوکی. فایبرهایی که به نام انولس فایبروسس یاد میشه با هم توسط مواد به نام الاستین بافته شده. فایبرهای بیرونی دیسک کمر و الاستین فایبرها را با هم فرضاً اینا فایبرهایی است که دوروبر دیسک کمر است، توسط ماده به نام الاستین با هم چسبیده که در استحکام دیسک کمر چندین برابر افزوده است. خب در دیسک کمر یا انترورتیبرال دیسک یا امو اطلاق دیسک دیجنریتیو دیساردر یا دیسک کمر به اصطلاح هم چگونه به وجود میاد؟ زمانی که بنابر حل ملحوظ بین دو فقره یا بین دو ورتیبرا دیسک تحت فشار بیایه، این ساختمان به یک طرف
حرکت میکنه. درست؟ اگر در مسیر حرکت خود دیسک تحت فشار آمد و بالاخره تا به اینجا را پیش آمد، چون بین دو استخوان دیسک تحت فشار میآید، چوره دیسک و یا حرکت دیسک به طرف ستون فقرات درد سبب فشار وارد کردن روی ستون فقرات میگرده، روی نخای شوکی، و بالاخره سبب بروز درد در نواحی مختلفه که رگ عصبی به اونجا سرازیر شده میگردد. کدام نوع از این دردها را باید جدی بگیریم؟ اگر درد کمر ما سبب عدم کنترل ادرار ما گشت، در او صورت باید به زودترین فرصت به دکتر مراجعه کنیم. urinary symptoms یا bladder symptoms، یا حداقل با درد کمر اگر مریض نتوانه ادرار خود کنترل کنه، در او صورت رگهای عصبی و نخای شوکی تحت فشار دیسک قرار گرفته، باید به زودترین فرصت به دکتر ارتوپدی مراجعه بکنیم. اگر احیانا درد سبب بی‌حسی و بیهوشی قسمت های از بدن، خصوصا لوور لیمز یا دو پای ما یا یک پای ما گشت، در او صورت هم باید به زودترین فرصت به دکتر مراجعه بکنیم. درد دیگه که جدی گرفته میشه، اگر احیانا درد در ناحیه کمر موجود بود و در هنگام شیشتن و خیستن به قسمت های پایینی وجود، خصوصا باسن، پت و ران و حتی کف پا انتقال کنه، درد سیاتیک است که در اون صورت هم باید به زودترین فرصت نزد دکتر مراجعه بکنیم تا تدابیر صحیحی که برش اختصاص هست گرفته شود. خب، موضوع دیسک یکم دگام واضح تر می سازیم. فرض مثال ای هم یک فقره از ستون فقرات است، ای هم دیسک بین دو فقره و اینا هم دیسک دیگه بالاخره به این صورت 33 فقره و دیسک موجود است. اگر بنابر هر ملحوظ تحت فشار قرار بگیره، از فاصله از ارتفاع بلندتر بفتیم، جمپ بزنیم، ویت لیفتینگ یا وزنای ثقیل برداریم، بین دو فقره ساختمان غضروفی و نرمتر از استخوان تحت فشار قرار میگیره. زمانی که تحت فشار قرار گرفت، گزیر ناگزیر به دو مسیر باید حرکت کنه، یا به این طرف ستون فقرات یا به این طرف ستون فقرات. خب، از هر دو طرف ستون فقرات ما رگهای عصبی به بیرون آمده تا کنترل بین سیستم پایین و سیستم عصبی مرکزی را برقرار بکنه. بنابر چوره یا دیسک هرنیشن یا چوره دیسک، رگ عصبی که تحت فشار قرار میگیره یگانه گزینه بر معالجه جراحی است، ولی قبل از جراحی استفاده از از ادویجات مسکن، فیزیوتراپی و استراحت باید آزموده شود. اگر نتیجه مثمر نداشت، در اون صورت اقدام باید بکنیم به جراحی تا حداقل هرنیایی که به وجود آمده و هرامغزی که تحت فشار قرار گرفته او را حداقل برطرف بکنیم. خب، بیشتر در یک سا هم مشاهده میکنیم که این یک امارای است. اوکی. خب، فشرده در مورد امارای گپ میزنیم. بهترین تشخیص دیسک کمر توسط امارای صورت میگیره. اینا دیسک های، اینا فقره های ستون فقرات است، لمبر ورتیبری، و در بینشان دیسک های کمر موجود است. این هم ناحیه شکم ماست و هی هم قسمت کمر پشت سر بدن ما. در وسط چیز سفید را که میبینین، این در حقیقت آب است، سربروسپاینال فلوید یا مایعی که در هرامغز موجود است تا مغز امتداد داره. یعنی این مایع بین مغز و هرامغز در جریان است. CSF سربروسپاینال فلوید در حقیقت مایع آب است، چیزی که سفید میبینین، و
بالاتر در وسط سیاهی که معلوم میشه این نخای شوکی یا سپاینال کارد است، از جایی که رگهای عصبی به قسمت‌های مختلف بدن سرازیر شده و ارتباط مستقیم هم به به سیستم عصبی مرکزی ما داره. ببینین در این قسمت کم دیسک به طرف سپاینال کارد آمده، به طرف ستون فقرات این قسمت رگها را که کویدای کوینا میگیم تحت فشار قرار داده. تقریبا یک امارای نورمال است، تنها دیجنریتیو دیسک دیساردر در اینجا میتونیم خوبتر مشاهده بکنیم. ارتفاع دیسک کمتر شده، یک قسمت دیسک بالاتر است و قسمت دیگه شام کوچکتر و دو دیسک با هم نزدیک شده. در اینجاست که رگهای عصبی تحت فشار قرار میگیره و در قسمت که رگ عصبی امتداد داره در اونجا سبب درد میگرده. اگر ستون فقرات قسمی ببریم و از بالا ببینیم، این ورتیبرال بادی است، قسمی که در اینجا قبلا گفتم ورتیبرال بادی، و این هم نخای شوکی ماست یا سپاینال کارد. درست؟ اگر احیانا دیسک در اینجا تحت فشار قرار بگیره و به طرف ارچ حرکت کنه، در اینجا هم نخای شوکی را تحت فشار قرار میده و در مسیر پایین خود سبب درد و قرختی و بیسی پاها میگردد اگر دیسک در ناحیه لنبر موجود باشد. خب در این دیاگرام یک کم واضح‌تر و ممکن بهترتر بفهمیم. خب از بالا اگر ببینیم، این قسمت وسطی دیسک کمر است که به نام نیوکلاس فایبروساس یاد میشه و این هم قسمت بیرونی دیسک کمر است که به نام انولاس فایبروساس یاد میشه و این هم بخش استخوان ما از فقره ستون فقرات است. درست؟ بنابر هر ملحوظه اگر دیسک تحت فشار قرار بگیره، ببینین به طرف نخای شوکی حرکت کرده و این را تحت فشار قرار داده. دیسک که نخای شوکی را تحت فشار قرار بده یا رگهای عصبی را تحت فشار قرار بده، انگیزه ها به خوبی بین محیط و سیستم عصبی انتقال نمی کنه و در مسیر خود سبب دردها می گرده. دردی که نهایت شایع است، بیشتر در سنین حتی جوان و در کهنسالا به وجود میاد. در جوانها بنابر سهلنگاری و وزن برداری بی مورد و در کهنسالا بنابر ازدیاد عمر یا بالا رفتن سن به وجود میاد درد شیاتیک یا شیاتیکا. خب کویدای کوینا یا قسمت از نخای شوکی که به چندین رگ تقسیم میشه عبارت از این ناحیه است. در صورتی که دیسک کمر این ناحیه را تحت فشار قرار بده، کواردا ایکواینا سندروم به وجود میاد. کواردا ایکواینا سندروم در اون صورت علاج مطلق جراحی است و سپاین سرجن باید اقدام بکنه تا حداقل فشاری که روی رگ‌های عصبی وارد شده اونا را ریلیف کنه و از بین ببره. در شیاتیکا، رگ سیاتیک، این رگ ما که حاوی چندین روت یا چندین ریشه از لمبر سپاین است، تحت فشار قرار میگیره. فرض مثال این یکی از فقرات ستون فقرات است، این هم فقره دیگه، این هم دیسک کمر، این هم فقره دیگه و بالاخره این هم دیسک کمر. در سیاتیکا یکی از رگ‌های عصبی، یکی از ریشه ها از بین یک فقره و ریشه دیگه هم از فقره دیگه و بالاخره ریشه دیگه هم از فقره دیگه سرچشمه گرفته، هم از اینا با هم یک جا شده و رگ به نام سیاتیک می سازه. این رگ سیاتیک از قسمت پایینی کمر توسط از این روتس یا ریشه ها ساخته شده و تا با آخرین قسمت پای ما که انگشت کلان است امتداد پیدا میکنه. در صورتی که دیسک بنابر هر ملحوظ تحت فشار قرار بگیرد، چوره شوه و یا هم هر رشته از دیسک از رگ شیاتیک اگر تحت فشار قرار بده، در مسیر امتداد سبب درد میگرده. این دردها از کمر به باسن انتقال میکنه، از باسن به پایین، به ران و به پد، خصوصا در هنگام شیشتن و خیستن، standing and sitting position.
در صورتی که دیسک کمر سبب سیاتیکا گشته باشه، بهترین علاج فیزیوتراپی در مراحل اول جمع استفاده از ادویجات مسکن، پین کلر، استفاده از منابع ویتامین دی و کلسیم و ویتامین B12. هم از اینا اکثریت اوقات میتونیم از تابلت یا کپسول زیگپ یا پریگابلین استفاده بکنیم، ولی هم از اینا باید تحت نظارت یک دکتر تجویز بگرده. اگر هم از اینا را استفاده کردیم، فیزیوتراپی منظم یا ورزش منظم هم داشتیم، با او هم درد سیاتیک ما ریلیو نشد، آرام نشد، در او صورت علاج مطلق جراحی است. باید به جراح سپاین سرجن مراجعه بکنیم تا از شر از تکلیف خلاص شویم. ای بود بس امروز ما در مورد کمردردی، خصوصا دیسک کمر. امید مثمر تمام شده باشد.